سلام به همه دوستان عزیزم. امروز میخوایم با هم یک سوپ قارچ و خامی رستورانی درست کنیم. برای شروع من 2 پیاز متوسط و نگینی خیلی ریز خرد میکنم. پیازای خرد شده رو با مقدار خیلی کمی روغن میذاریم تا سبک بشه. پیازامون که سبک شد، قارچای اسلایس شدهمون رو اضافه میکنیم. شعله رو زیاد میکنیم تا قارچ ها آب نندازه. قارچ ها که به خوبی تب خورد، 1 قاشق غذاخوری آرد سفید اضافه میکنیم. هم میزنیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. با این میزان مواد میتونید برای 4 تا 5 نفر سوپ درست کنید. هویج و نگینی خیلی ریز خرد میکنید. بوی خامی آردمون که گرفته شد، 3 قاشق غذاخوری هویج نگینی شده به سوپمون اضافه میکنم. قاشق غذاخوری ذرت. خب من احتیاج به 3 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده دارم. خب 3 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده داشتیم. و 3 قاشق غذاخوری هم برنج نیم دانه به سوپمون اضافه میکنیم. در آخر کار 2 لیتر آب مرغ به مواد اضافه میکنم. شما میتونید از استاک مرغ هم استفاده کنید. تقریبا 4 ساعت زمان میدیم تا سوپمون به غلظت دلخواهمون برسه. سوپمون که به غلظت رسید، من 1 ملعقه از آب سوپ رو برمیدارم. یه پاکت خامه صبحانه دارم، با آب سوپ رقیقش میکنم. خامه رقیق شده رو به سوپمون اضافه میکنم. تو این مرحله ادویه هم اضافه میکنم: نمک، کمی آبیشن و فلفل سیاه. بعد از نیم ساعت که خامه رو اضافه کردیم، سوپ ما آماده است.